رحمت الله و برکاته. دوستان امید میکنم که خوب و صحتمند باشیم و خوش آمدید به کلاگ دیگر. ما دوستان عزیز قسمی که در تایتل دیدید ما برای بسیار یک میهمان خاص داریم و هم شما خود در تایتل و در تنبیه دیدید. امروز یکی از زوجهای بسیار دوست داشتنی، همه ما آنها را میشناسیم و شخصا من هم آنها را دوست دارم. و یعنی دوستان شما خود در تایتل دیدید. امروز خانم میاد لاله محمد جان و خانم شرخصاد جان را قطعال چنم لایک و شیر سبسکرایب کنید دوستان تا امید ولاغای خوش را اصلا که سلامات داشته کنید. تو خوش آمدید به کلاگ دیگر با. آمدیم برای سبزی گرفتن چون برای امشب برای خصوصا امشب آمده برای سبزی گرفتن و میوه گرفتن. باید ببینیم کدام میوه را میگیریم. اینجا خود دوستان بسیار میوه خوبش از تازه باید ببینیم کدامشان میگیریم. خوب دوستان عزیز سودا گرفتیم جگای دایی خلطه نان میریم برای نان گرفتن. آمدیم برای نان گرفتن. خوب سلام علیکم لالا جان. چطور هستین؟ خوب هستین؟ خوب لالا جان نان دانه چند است؟ 50 روپه؟ 50 روپه. خب خواهی ماما 2 تا نان از اینی دراز بده خوبش باشه. 4 تا باید دوستان ازی خواستیم که نان خوش خم بگیریم. خب باید دوستان ازی دوستان ازی به اختیار خان تشکر لالا جان. خوب دوستان عزیز لاله آباد برو زنده گرفتیم که سعی میکنه سرخ داره. थोड़ा 13 रुपए किलो है. یه دوستان عزیز ماهی هم دستیاب می شود. A few moments later. خوب دوستان عزیز خانه آمدیم و کالا را چین کردم مویا را بالا زدم و حالا همراه ما نای جان هم هست. همراه نای جان سلام علیکی داشته باشیم. سلام دوستان عزیز امیدوار هستم که خوب و صحتمند. امروز خانه ما دوستان عزیز رفیقای نای جان ها میآید نه؟ بله دوستان عزیز امروز خانه ما بسیار یک فامیل خوب، بسیار یک فامیل دوست داشتنی که همه افغانستان آنها را میشناسن نه نای جان؟ بله دوستان عزیز که فرماندار خدا هستن. خوب نای جان نام رفیقای تبو کی میآید؟ دستر جان و سنا جان. خب بسیار خوب. حالا دوستان عزیز ما و نای جان منتظرشان هستیم. A few moments later. میمانای ما آمدن، لاله محمد جان و رخسار جان آمدن همراه با سنا جان و محمد ارشد جان. امیدوارم که درا برشان مشکلی نامده باشه. نال میره همراهشان صحبت بکنیم دیگه بریم بخیر. همراهش سلام علیکی داشته باشید. ما خود سلام علیکی را کردیم بعد همراهش یک سلام علیکی داشته باشه. سلام علیکم لاله محمد جان. سعادت خوب است؟ بخیر هستی؟ بله من خوب هستم. شما خوب هستین جان؟ سلام علیکم رخسار جان. سلام علیکم. خوب هستی آرمان جان؟ صحتت خوب است؟ خودت شکر که جور میبینیم. سلام به تمام بینندای خودت. خدا کنه همه خوب و صحتمند باشن. شما خوب هستم. شما چطور هستین؟ ما شکر خوب هستیم. خودت جور چطور؟ تیار. من خوب هستم. مدثر جان شما چطور هستید؟ مدثر؟ نه از خواب بیدار شده مدثر. نه موتر خواب در دوگه کش خواب برده بود دیگه. امشت کارم مکمل که موتر خواب بیدار. خود تو موتر هستی؟ یک وقت نبودم مال نای جانت. دیگرشون را خواب از وقتی که بس میایم باز بیدار میباشد. در موتر ساتری میکنن. بازی از دو سورا هم میایم خواب. نه دیگه یک طرفش خواب. نه دیگه جانم یک طرف خواب میشه. ما گفتیم باش خواب کنه که اینجا آمدیم باز طفلا که خوابشون پورا نباشه باز آرامی میده باشن. ما گفتیم بار خیر در موتر خواب باشن که باز اینجا آمدن قرار آرام باشن دیگه. سنا جان خودت چطور هستی؟
چی میگه سلام؟ خوب هستی؟ سلام تو به دوستان؟ بر دوستا سلام نمیتی؟ نه دیگه یا خواشان هنوزم پورا نیست دوستا دیگه یک ذره به خوش خواهر هستن هستن فعلا. نیست. اما ترست با اولین دیگه بار از که آمدیم خانه آرمان جانشان دیگه واقعا که جای خوشی است بر ما و خود آرمان جان، عثمان جان، فامیلشان واقعا بسیار یک فامیل شریف و نیک هستند که آدم میخواد بار یا اینا طرف ما به یا ما طرف از اونا بریم و قصه آدم هم میکردشان و نامخواد قدر عزت میکنن که دیگه بیخی آدم چیزی گفته نمیتونه. میخواد از شما میکنم دعوت شما را قبول کردیم. امیدوارم که بسیار یک روز خوب بگذره همراه با ما. انشالله امروز خودت باشیم و خوش نگذره دیگه هم خدا که بچه قندول و سیگار گفای خوب میزنه حتما بر ما خوش میگذره و خدا کنه به دوستان برنامه خسته کنه باشه و خوش میگذره جایی که نوشیدن کنیم و همراه با دوستا هستیم. خب دوستای عزیز قصد که ببینین تیار پورا تیار نشده حالا کم کم چیزا بولده. وقت نان شده. خوب بفرمایید لالا جان بفرمایید بفرمایید رو دستر جان بفرمایید دوستای عزیز حالا وقت غذا شد دیگه لالا برمنجان رو ساجد بگیرید دیگه غذا یخ نشود. زمانش خانه خود ماست خودم بسیار زیاد زحمت کشید خودت عثمان جان ینگی ما همگی زحمت کشیدن بسیار زیاد دیگه خدا سلامت باشه چی بچه چی بادرک چی بچه از این A few moments later. خوب دوستای عزیز نان نوشیدن کردیم امیدوارم لالا جان نان خوشتون آمده باشه. 100% شما زحمت کشیدین دیگه ما خوشمانه امکان نداره و بسیار دستپخت مزه‌دار بله مادر جان بیشتر زحمت کشیده بود دیگه زحمت ها رو ببخشن دیگه نان مزه‌دار قربان دوستاشون اینجا که بریم دیگه اینا دل ما جمع میباشن پشتکا قرار گیم میزنن ما قرار ثبت خدا میکنیم راحت هیچ مشکل نداره دیگه خانه طفل دار همین رقم است هر چیز یعنی امکاناتی که به یک طفل ضرورت است در خانه است دیگه ساعتش کم تیر است خب حالا دوستان عزیز آمدیم به بخش سوال‌های ملت که یک چالش هست من شما سوال میپرسم شما جواب میدید من از شما سوال میپرسم شما جواب میدید خب خیلی بریم به سوال اول سوال اول ما هست آیا لالا میوند در آشپزی همراه شما کمک میکنه رخسار جان؟ نخیر؟ آشپزی هیچ کمک میده دیگه کارهای جزئی خانه کمک آشپزی میکنه من یاد ندارم خوب اینجا نداره؟ یک دفعه بامیان پخته کردم دوام او ننداخته بودم سوخت با بلاغش هم دارم بالا دیگه میوانجا رو گفتم خودت بشید جای ما دیگ میکنیم خب آشپزی کمک ندارم همراه شما همکاری نمیکنم نه خب البته دیگه تنها آشپزی دیگه کارا دیگه کارا گفتم کارهای دیگه خانه که از کمک میکنم من آشپزی بسیار خوب دیگه بعد سوال بعدی بریم با هم درباره از رخساری ها میپرسم در زیورالات کدام چیز رو خوش دارید زیادتر؟ طلا باشه یعنی یا در کل چیزی در زیورات دیگه کل چیزاش خوب است خصوصا طلا باشه ما زنا خب کلش خوش داریم دیگه زیادتر چوری خوشم میاد خوب جوری بسیار خوب یعنی دکوش میوانجا فکرت باشه هم چیزی که ندارم نموره گفتم خوش دارم اصلا خب بریم بگم به سوال بعدی آیا کدام وقت رخسار کدام بلاگ را ادیت کرده؟ یک بلاگ نه چندین بلاگ گاهی وقت من مصروف باشم باز رخسارجانم میگم که ادیت بکن ولی که بازم سراتون که ادیت میکنم آخر که من باز یک چک میکنم بعد از او باز نشرش میکنیم به خاطر که دست دادم که رو نباشه ادیت کردن باز امکان داره از پیش شدم یک صحنه درست نبه از اون خاطر کمک کنم من کارهای جزئیشم میکنم مثلا وقتی ویدیو در بین ما و شما استاپ میکنیم تا کات میشه اونو جا ویدیو رو من مثلا کات کاریش میکنم منظم میسازم
بازی که موزیک میخوره و یا اوپنر یا انداخته میشه ولی خود ما اینجا موزیک کارش اول میکنه بسیار خوب. من خودم تا حال ادیت کردن یاد ندارم. ادیت میکنه از من همشیره بزرگم میکنه. خب یالا جایزه رو به او بتیم خرید. بله تا حال من هیچ ادیت نکردم و نمیمونم که من ادیت کنم. خب میگه که بان که کار تنها تو یاد نگیری نه چینل مشترک است باز کل کار تو یاد بگیر و چینل میکشی چی فایده نه تا حال با نام خدا ادیتشون خوب است اما تا حال مرا یاد نداره. من پالیش میشم و یادم نمیگیره. نه خیر یاد بعد میتونه یک دفعه است که شما وقت در یک خانه آدم کار میکنه باید کلی سهم داشته باشه باز که خودت مکمل هم ویدیو بگیری هم ادیت بکنی مطمئنا چی میشه برای خودت خستکن میشه میگی کل کار سرم است هیچ کس کار نمیکنه اما خوب است که اونا ادیت میکنن خودت برنامه ثبت میکنی آسان میشه. بله همه ما یک جای کار میکنیم مثلا همشیره بزرگ ادیت میکنم من برنامه ثبت میکنم برای جان مایدی ها میکنم مادر جان وقتی که بلاگ همشیره میسن مادر جان سعی میکنه که کدام غلطی باشه باز مادر جان همشیره میگه باز همشیره ادیت میکنه یعنی ما همگی یک جایی کار میکنیم. کار شما آسان است. کارتون هم آسان‌تر میشه این رقم. بریم میگه بعد سوال بعدی. سوال بعدی ما هست من کدام وقت تو شده که شما بسیار یک جای مهم رو ثبت کرده باشید ریکارد کرده باشید فکر کرده باشید که ریکارد کردید اما و تمام بلاگتان درباره همین صحبت کرده باشید مثلا که یا تو شد تو بعد از اون وقتی که در دیتین میشینین ببینین اون کلیپ ایت نیست. این قسم میگانم شده از او که مهمترشی که مکمل برنامه را ثبت کردیم مثلا در اول رخسار جان رو مکمل بسته برنامه را دیلیت کرده خیلی رقم شده که مکمل برنامه از اول تا آخر کل دیلیت است که هیچ چیز برای وجود نداره. من یک عادت دارم در موبایل چیزای اضافی رو دوست ندارم باشه دیگه از من بار پرسان کردم اینی چیز اینی رقم کار است خودش گفتن نه دیگه دیلیت کن باز ما که دیلیت هم میکنم شفت دیلیت میکنم دیگه یعنی مکمل از امو ساعت اشغال از کل جای باز از اون خاطر به این یک مشکلات مواجه شدیم. برون خوراک بر جور برادر ما با شما در کار مهم باشیم و رخسار جان هرچی میگه با شما میگه نه بریم. خب بریم میگه به سوال بعدی ما از وقتی که لالا مایمنجان بر رستوران میروین کدام از شما زیادتر وقت میگیره برای آردر کردن؟ اکثرا در آردر کردن از ما قدر وقت نمیگیره چون پیش از اینکه رستوران بریم اول تصمیم میگیریم چی بخوریم باز میریم رستوران حتی گاهی وقت قسمی میشه به اینکه زیاد منتظر نمانیم پیش رستوران تا زنگ میزنیم که این چیزی که ما میخوایم برای ما تیار کن تا وقتی ما میرسیم وقتی میرسیم من خودم تا آماده بشم و خود در خوردن سلیقه ما یک چیز تو نیست که من یک چیز بخورم من دیگه چیز شتکا دیگه چیز کل ما مثلا اگه پیزا بگویم کل ما پیزا میخوریم هم رش اگه ونزی هم میگیریم یا مثلا اگه برنج بگویم کل ما برنج میخوریم. بله اما در ما فرجان میگه اول بگیم کجا میریم و مادرجان میگه بریم چیزیست باید میگه چیزیست که میریم در چیزی خوب من معمولا ما را پیزا خوشیم آمده باید ما پیزا آدر میکنیم یعنی ما از خانه کل چیز فکر میکنیم اگه در خانه شد با در خانه مثلا کار پیدا شد با در موتر فرجان میپرسه کجا بریم یک نفر میگه بریم چیزی یکی دیگه میگه دیگه جای دیگه جای اونجا تصمیم میگیره. بله هر جایی که رئیس زیادتر شد اونجا میرویم. خوب است دیگه. بله و سوال بعدی ما برویم. سوال بعدی ما هست کدام عادت لالا مایمنجان را میخواهید تغییر بدهید و لالا مایمن شما از رخسار جان تغییر بدهید؟ خب اول رخسار جان بگه اول من بجو ما رو خودت بده اول یک عادت ما رو تغییر بده. والا میالش دیاد منم میاد نظر من میال در پیش کل خوبیای مایمنجان هستم دیگه تو عادت نیاز به این است که یک دفعه کمک اعصابش خراب کنه باز کل بدی‌ها قطاره یا خوبی‌هاش بسیار عمرم خوب بوده از اون ساعت که آمدیم یعنی هیچ کدام گپی نشده که قارشیم یعنی تو عادتش یادم نمیکنه باید تغییر بدم تمام عادتاش خوب است دیگه فقط یک ذره تلفن زیاد استفاده میکنه خوش ندارم یعنی بخاطر ازی که یعنی من بخاطر چشمایی ذره چون رو میکنم بخاطر کار است من بازم تلفن استفاده کردن بخاطر خودش خوب نیست چون زیاد استفاده میکنه با سردرد میشه من اینجا مشکل داره از اون خاطر. بله لالا من خود لالا مایمن شما رو میبینم در تمام اپای سوشال میدیا شما رو خدا آنلاین هستی بخاطر از اون به نظر من لالا مایمن جان مثلا از اینستاگرام کارش خلاص میده تیک تاک نمیدونم کارش خلاص با من یوتیوب بگیره چقدر ویدیو ما ویو گرفته بسیار مشکل است تمامش کنترل کردن. خود دیگه پس که زیادتر دوستا گاهی وقت میگن که آسان است مثلا چقدر خوب است که آدم یوتیوب داشته باشه پیسه مفت است گپا اما شکر کم تو فکر میکنن که پیسه مفت است خدا آدمو جنجالاش نپرتشانه ولی که یک دفعه که وارد کار شوین هیچ جور کار نیست که زحمت نداشته باشه جنجال نداشته باشه تشویش نداشته باشه از اون خاطر داشتن سوشال میدیا هم بودن در سوشال میدیا هم
مشکلات خود داره، مجبور هستی که همیشه متوجهش باشی. یک ویدیو خراب می باشه، اولا خود ثبت از او از بازدید میشه، نشر میشه، وقت نشر میشه مجبور هستی چک بکنی همیشه که کپی رایت نخوره، یک مشکل دیگر نباشه. هزاران جنجال خود داره. از اون خاطر ما مترجات موبایل که استفاده میکنم به این خاطر است که مجبور هستم چک بکنم اینکه کدوم خرابی میشه عمود قبلا جلوگیری بکنم. این نشه که مثلا من 2-3 روز بعد رو چک بکنم خرابم شه بیخی کل ساده میاد. همون ساعت که ویدیو میدادی من چک میکنیم. خب از شما نال بگیم کدام عادت رخسار جان میخوایم؟ عادت رخسار جان وقتش نمیخوایم که ایج عادت رخسار جان تغییر بده. هر عادتی که داره برای من با ارزش است و فکر میکنم انسان هر رقمی که راحت است باید با اون شکل مانده شود خوبتر است. و از من رخسار جان دیگه جو عادتش بدم نمیاد. احیانا اگر کدام عادتش بدمون بیاد با اون عادتهای بدش هم دوستش دارم. بسیار خیلی زیاد موفق. توافق موفق هستی لاله جان. خب بریم به سوال بعدی ما. اگر یک مهارت میخواین که یاد بگیرید کدام مهارت است؟ مثل لاله میوند مهارت یوسف بسیار لایق هستید، نام خدا موفق هستید. نه دیگر مهارت‌های که بگید که میخواین که یاد بگیرید. من کاری که بعد از یوتیوب یا ای که بعد از اینکه قبلا در ثانویان بودیم بغیر از این میخوایم یاد بگیریم این است که در کل در تکنیک موتور یک چیزا زیاد دوست دارم. یاد دارین باز؟ یاد ندارم ولی که دوست دارم. تو خوب است مثلا در افغانستان محترم مگان مشکل پیدا میکرد خود جان مشکلش هم میفهمید تا جایی نه مگم زیاد تکنیک موتور علاقه داره تا میخوایم میگه اگر جای شرایط برابر شد تا درسش هم میخوانم دیگه باز به حساب ما شما دیگه مستری میشه مستری موتور زیاد دوست داره که در حساب موتور وارد یکی خب موضوع مستریش از کلام جور میکنه یکی مثلا آدم بتونه طرح بکنه دیزاین بکنه یا خلاصه در کاری که مربوط به موتور باشد چون زیاد دوست دارم از طفولیت هم رقم بودیم تا حالا هم رقم هستم و زیادتر دوست دارم که این مهارت داشته باشم. خب بسیار خوب رخسار جان شما؟ من دیگه آشپزی رو زیاد دوست دارم و دیگه خوش دارم آشپزی باشم و از آشپزی که زیادتر پاپکاری رو بسیار دوست دارم. خب یعنی شما به نظر شما آشپزی خوب میکنید نه؟ اما خب من دیگه قوم نه یعنی بیچاره کار شما نه یک مهارت دیگر رو بگید که خوش داره به غیر از که چون کار نکرده باشی. رسامی بسیار دوست دارم اما بسیار برای مشکل است یک کاری که فکر میکنم بسیار از من دور است اما زیاد دوست دارم که یک رسام خوب باشم. دیگه این به شرط میشه که آدم شروع بکنه در یک کورسی برای یک درس بخونه تا حال اقدام نکنیم مگم زیاد دوست دارم. خب همشیره بزرگ ما هم رسامی نخوش داره و کورس هم میره حالا در چیره و چیزا که بلد است. خب بریم دیگه به سوال آخری ما. تیم ای از رخسار جان است. از رخسار جان میپرسم تیم ورزشی یا بازیکن مورد علاقه لاله میوند جان را بگویید. تیم ورزشی میوند جان زیاد کرکت دوست دارم همیشه میبینم دیگه در تیم خب کلکشن دوست داره راشد خان است حق است نبی است در کل تمام بچه‌هایی که در تیم کرکت ما شما هستند که واقعا همشان موفق هستند و باعث افتخار ما هستند. هم تیم کرکت ما هم تیم فوتبال ما تمامشان کسایی هستند یا بغیر از اون مبارزات آزاد که هست در کل کسایی که ورزشکارای ما هستند واقعا همشان باعث افتخار ما هستند همیشه و مخصوصا در این روزان که یک ذره در حساب کرکتی گپا چون مسابقات در سال 2025 است برای تیمایی که افغانستان برابر شده متاسفانه عکسی از تیم میخواین که حذف بسازن یا تیم افغانستان که بازی نکنه ان شاء الله که کار نشه به خاطر از اینکه بچهای ما واقعا همشون زحمت خود میکشن و فعلا واقعیتش تنها چیزی که ما شما نام ما برآمده ده او امی ورزش است چی مبارزات آزاد است چی کرکت است و باعث افتخار ما هستن و با نام افغانستان میشناسن دیگه ان شاء الله که بخیر تگب نشود و مشکلاتی حل شود مسابقات 2025 ما شما داشته باشیم که با زحمت همه ما شما خوش و خوشحال باشیم. بخیر بسیار خوب. دیگه سوال ما خلاص شد یک بخش دیگه سوالا هم داریم تا وقت شما چایتون نوشیدن کنید و در با دوست هستید. A few moments later. خوب دوستان عزیز حالا آمدیم به بخش از سوالای دیگر ما شما دو نفر کی یک دیگه خود زیادتر میشناسد نام خدا خود از ازدواج شما خود زیادتر وقتی شده از چندین سال شده و از در خارج شما یک دیگر خوب میشناسید.
خب باش ما باید یعنی نظر من به میگه که هیچ سوالا- کدام ما که دیگه خدا نشناسیم بیگانه داره. بس اصلا سلام علیکم خوب هستی شما کی هستین اصلا ما مرمن جان آشنا میشیم خیلی به باش. نظر به سوالات ببینیم سوال چیسته که چقدر بلدیت داریم نه سوال مشکلی سوال روزمره من شما در مورد همین سوال میپرسم من خب به شما بعضی من قانون میگه من گفتم من باید به دوستان بگویم این تو ممکن رو هم بگیریم این بگیریم پاک کنیم باز میشه بله خب قانون گیم باید به دوستان بگویم قانون گیم لالا میوانجان ایست که مثلا من یک سوال میپرسم شما از رخصت جانم مینویسید مثلا درباره مثلا من یک سوال میپرسم که کی زیادتر شاپینگ میکنه یعنی خریداری میکنه بیشتر با خریداری من بگم که خدا بگیرم یا خودم باشه خودم هر کس زیاد این کارو میکنه اون نام شد صحیح. خب باید بریم به سوال ما خب سوال اول ما هست که کدام بخشید این هر کس که گیم را برنده شد یک توفه هم دارد خیلی مبارزت دیگه اینش خوبه. بله تا آخر دوستای دیگه نباشید چطور برنده میشیم چطور یعنی کسی که نامش زیاد نوشته شد برنده میشه چی رقم برد باخت از چی است؟ خب لالا جان باید ما این نمره را نوت بکنیم هر کس که زیادتر نامش آنها باشه او برنده میشود خب بخیر به سوال اول من اگه مکمل نام خودم نشته کردم بیرم میوان هر چی که بود نام جایزه رو برام. دیگان تو شال خربوزه سوال اول ما است که کدام یکی از شما بیشتر خریداری میکنه؟ روز 4 آینده من. ساجان دیده روز آردارا میایم همینجا میگه امروز زنگ دروازه خود منتظر میمان بودیم همینجا گفته که میمان آمد رفت از پایان کلیکی سکش میگه دستی صدا که پدر کی آمده میگه باش مادرتان باز مچیم چی آردار کرده هر روز میای پشت دروازه دیگه من زیاد خرید میکنم بله دکتر خانم ما اکثرا جاتر خریداری میکنن خب سوال بعدی ما است تاریخ تولد سنا جان را بنویسید در ماه داخلی میفهمیم ما با خارجیش هم میفهمیم. ما خارجی خب هر چی نشته بگی تو گفته اگر وطنی نشته کنم خارجیش هست. بله تو مشوره میکنیم دستاوی چی رقم سوال است نه سالش هم یعنی؟ سالشه بله ساجان هم بنویسه باشه بریم. خب ساجان هم 1398 چاره دو خب لالا میوانی رسیده 29 جون 2019 23 جون 2019 بله اما تو میشه دیگه حالا بگم ما فقط دیگه سالاش در قصه نمیشیم میگیم اینی وقت سالگیری شد و این قصه سالا میشه دیگه دقیق دیگه نمیفهم 1398 بوده که به 98 است به دنیا 2019 شم؟ این ماه داخلی وقت سنا جان به دنیا آمد این ماه است که ما در یک ورق پیش خود نوت کردیم و پیش ما هسته از مدرسه جانم سنا جانم که یعنی همیشه باشه دیگه باز دوستا عادت دارن نکنه شاید آخرش بیشتر میکنه اونم تو نوت میکنه که پیش ما باشه یاد ما نره خب بسیار خوب بسیار عالی داریم به سوال بعدی ما کدامتان زیاد بحث گرفتن علاقمندی دارین یا شوق دارین؟ بله در شما رخصت میوان جان خود دوستا هیچ عکس نمیگیره یک عکس که در اینستاگرام مندازه در صفحه پروفایل واتساپ خود میمونه هیچ چیز نمیکنه دیگه من میگم میوان جان میره تبدیل که عکس چی میگم من که عکس دارم ما دیگه هیچ نمیگه عکس دادم خوبش نمیگه عکس نمیگیره دیگه ما از ما آدم هستیم هیچ خوبش نمیگیم در عکس شوقی عکس گرفتن هم نیستم نه خدا نکنه خوب میره نفسه شما در اینستاگرام میره خوب میره خودش خب یکان تشت خوبش میامونه ما رو باید میامونه باید خراب میامونه یکان جایی که میریم میوان جان عکس ما رو میگیره 10 دانه میگیریم سیست خوبش آمدیم اما ما 20 دانه از میوان جان میگیریم چون یک شما خوبش نیست بله دختر خانم ها جاتر به عکس گرفتن علاقه دارن میگه نمیترس بله سوال بعدی ما از کدام فصل سال را خوش دارید؟ فصل سال را
یعنی خودت از من بله. بیشتر میکنی من از خودت خب بیشتر من میکنی از خود تماشا کنم. هر کس از خودت یعنی هر کس از خودم. نمیشه ما رخصاجان نشه که رخصاجان از لبا بیان خیلی گپ. خب او سوالات دیگه هم صحیح بود دیگه. تا بالا صحیح بله، جواب دادم. صحیح بود. خب، صحیح است. خوب است. کدام فصل رخصاجان خوش دارم؟ باز من اینجا حقیقت بود دیگه. خب صحیح است. اگر شما صحیح جواب داده نتانسته با نمرتان کم بشه. هم تو فکر می‌کنی. بهار زمستان نوا خودت بگو بهار خوش داری یعنی بهار خوش دارم. خوب بسیار خوب ما زمستان راست دارم. بگو. راست زمستان خوش بخاطر برفش زیاد دوست دارم که متاسفانه در پاکستان هیچ برف نیسته. هم سفیدی که برف دارم من بسیار خوشم میاد و متاسفانه اینجا برف نیسته دیگه. فی الحال خوب است حالا چون اینجا زمستان دوست دارم چون از بارش کرد از تابستان و بهار یاش کردم و زمستانش خوب است دیگه. من چون خودت راست بگو دیگه نه بهار. تو والا برای فصلا پرسان نکردیم از دیگه. نه ما واقعا هم بهار خوش دارم هم خزان. باز از تابستان و زمستان خوشم نمیاد. گرمی می باشه دیگه. هم گرمی است هم سردی است. هم بهار و یکی بهار یکی خزان وقت هوا بسیار خوشایند میشه. مخصوصا دیگر بسیار یکم تا بوی خوشایند از درخت‌ها و اینا در مشام آدم میزنه خوشایند است. از اون خاطر خوشم میاد. بله من زمستان خوشم میاد. باز گرمی بسیار تنجیل داره. یه جای سهی رفتن هم میتونه. نه راست میگم درسته. خب سوال بعدی ما از بهترین عادتی که دارین چیست؟ مثلا که در روزمره که عادتی که دارین چیست؟ خب من از رخصاجان بگم. بله رخصاجان شما. برو باشیم بدالیز است. خط من خوبش نیست و قدر از خاطر مجبور هستم چند تنش کنم. رخصاجان شما لطفا من نگوهیم. خب استفاده موبایل صفاکاری. خب رخصاجان دیگه در صبح که میخواد دم جمع جلوس تا شب. نه باز خانه پاک باشه بازم دیگه جمع جاری رخصاجان است. خب یعنی عادت لالا میوه عادت شما استفاده کردن موبایل زیاده؟ خب از شما هم صفاکاری؟ مام زیاد نمید هر طرف هم میرم یگان برقای خانه رو بسیار کم روشن میبن میگن تو میگه چرا این رقم هستی؟ میگم برق کم باشه هیچ من مرداری یا یک دونه خزم داریم موکت باشه من دلم آرام نمیگیره باید دور از بگیرم بیچینم از اون خاطر زیاد لایت کم روشن میکنم دیگه. اینمی عادت بعد من فکر کنم این عادت خاص واقعا سلیقه و صفاکاری گپا برای خانه در کل خوب است چی مرد باشه چی زن باشه. باز خانم‌های افغان خود اکثرا سلیقه ویشان معلوم داره از اون لحاظ خوب است اما اقدر خود میگیری قدر خوب نیست. حالا دوستان اگه مرمن جان رخصاجان پیش دکتر ببری یک نامریضی است. نه اقدر هم زیاد نیست. نیست. تو کسایی را دیدیم مثلا اون خب خیلی رقم تکلیف می باشه که بیخی در هر چیز یک مشکل هم میبینن مثلا اگر گلاس هم یا ماندگی باشه پشت یک لکی از میگن دو قدر هم نیست رخصاجان ولی در کل میخواد که صاف باشه پاک باشه همه چیز جمع جارو باشه منظم دیگه نیاز لازم خاطر جمع باشه. بله من چرا میخوانم ما همون از مالاجان میگم یه یک خانه بیشین در خانه بچینه جای چه داره راست میگم همون درسته. بله ما مشتکار میگیم در خانه بشینیم خب خودت نام خدا کلان هستی همراه همشیره گپ هم میشنوین از ما خورده از دیگه هر جایی که مثلا مدرسه جان یک کیک میگیره یا بسکیت در دستش کل ندالی خانه خانه بله نایجان هم هم داشت بله یک چیزه میگیره پوره ده و پوره خانه گرده سر پس بیایه خورده از دیگه چی کنیم تو خورم. بله ادامه داره سوالا یا نه؟ بله داره خب و سوال بعدی برویم. سوال بعدی ماست اگر اتفاق شروف انگیز به شما رخ بدهد اولین نفر که برش اطلاع میدید با جز از یکدیگر کی می باشد؟ نشته که من میدال نگویی؟ نامشو بگیم مثلا دوستای ما یا فامیل ما نامش فکر میکنم دوستا رو بگیم خوب است دیگه. اگر نامش باشه بسیار نامش باشه باز خفه میشه. مثلا این نفر زنگ زد باشه میگم اولین نفر بر تو گفتیم و دیگران زنگ زد میگم اولین نفر بر تو گفتیم باز اون وقت معلوم نمیشه که تا گپ نبوده. باش دوستا میگم باید رخصاجان چی نه؟ شما دوست نشته کردین یا نامه؟ من دیگه یک چیز نشته کردیم باز دوستا ببینم. مادرهای ما دوست های
بسیار خوب. یعنی شما هر گشه بغیر اول به لالا مریم میگی یا اول به مادر شما؟ او خو یک گپ واسه یک گپ در خانه شو حتما هر دوی ما یک جای خبر میشیم دیگه. یا مثلا مریم جان خبر شو عاجل اول میگه به ما میگه اول خب یک دیگه خود میگیم بعد از او زیاد دوست دارم دیگه با مادر خودم بگویم ما مادر مریم جان بگویم یک گپ که واقعا قابل خوشی باشه. نام خوشتر اما زیادتر بر دوستان خوب بسیار خوب. ما دیگه این رقمت مریم جان دلش جمع است که ما قوم خیش خبر میکنم دوستان خبر میکنم هر کس مسئولیت داره خبر میکنم دیگه. بله آمد بسیار خوب. با سوال بعدی برویم. سوال بعدی ما از 20 فرند یکدیگر خود را بنویسید. نامش از خود یا از رخصار جان ما اشتر کنم شما رخصار جان می‌نویسید و لالا رخصار جان شما لالا مریم نمی‌نویسید. مریم دوست داره خفا نشد اشتر که دوستایی و غیره اشتر کنم جاوید جان شکریه جان. جواد جان. جواد جان شکریه جان. دوست خودم زیاد می داشته باشه اما جواد جان کسی است که مریم جان امروز زیاد مشکلات و هر گپ که میشه یعنی البته باش میگم. تنها جواد جانم نیست زیاد دوست داره که خفا نشن اما ترسه ما وقتش دوست زیاد دارم در چی اینجا باشم چی هر جای باشم و برام زیاد ارزش هم داره دوستایم و هیچ وقت خوش ندارم که از من خفه باشن و تا حد توان هر قدر که بتونم خدمت کنم باشم حاضر هستم. جواد جان یعنی کمر سنش کلانتر است همیشه من زیاد مشوره میگیره و بیشتر یک آدم نیک است مشورهش واقعا قابل قدر است بدل ما خورده همیشه دیگه امام زیاد از رخصار جان دیگه فکر میکنم که اولین دوست زیاد صمیمیش که بسیار وقت پیش از ما دوره صمیمی مکتب هستن از دوران مکتب شکریه جان است که امرای از اون است و بغیر از دوستای دیگه هم داره امرای از اون صحبت میکنم ولی این دوست زیاد قدیمی است از اون خاطر نامزیر بشته به نظر من تا حالا شما مساوی استید. نه بریم یک سوال میپرسیم شاید بسیار خنده‌دار باشه اما به نظر من شاید غلط نکنین اما اگر شاید به نظر من غلط کنین. خب سوال دیگه ما است نمبر بود یکدیگر خود را بنویسید. شما از رخصار جان می‌نویسید رخصار جان شما لالا مریم جان. قضیه نشون میتونه چون سایز بوتا معمولا فرق میکنه مریم جان 40 یک دست اما زیادتر سایز که میگیرم حتی در کرمیچ هر چیز 37 است مریم جان بالاتر هم میره دیگه 37 38 نظر به بوتا فرق میکنه خوب خیلی ایران تانسته ما بله. بند نمانیم بله. مثلا باز فکر میگه دیگه ما بند میمانیم دیگه نه از ازدواج ما خب بسیار وقت شده چندین سال است من به نظر من خوش تمام شد شما صحیح جواب میداده اما من این شک داشتم. دوستان از این اولین بار شده که من همیشه از هر دوست ما که میپرسه از یوتیوبرای ما یک نفر برنده بشه مثلا لالا موبی جان پرسید مریم جان برنده شد و از همون تا دیگه دوستان هم پرسیدم یک نفر برنده شد. نام خدا از شما غلط نکرده. خواهش میکنم در بین یک ذره ما و مریم جان یکان گپای خودمون نوشته کردیم دیگه در چیزا فکر ما نشد خب اگه بازم اگه میره چنجا میکردیم یعنی میفهمیدیم که چی بله بسیار یک زوج موفق نباشین تشکر لطف شماست دیگه بسیار بازی خوب سرگرمی است شما آمده انشاءالله خداوند خودتان موفق داشته باشه. تشکر باشنا توفی بیاریم توفی ما را با شما برسه کنیم مقصد خفه نمیشین از ما. خب باش فرا بیاریم. خب این لالا جان توفی بسیار زیاد تشکر دیگه ما در خانه اینال میریم باز ما مریم جان چی میگه یک شیر خط میپرتیم باز اون وقت توفه رو میگیریم چی گفتیم یعنی چی آلو باز نکو بچه در خانه آلو باز کنیم در خانه نه درش در خانه باز میکنیم آقام که دوستان تو منتظر بانم که چی است؟ البته در بلاگ ما بیننده باشن خب اینجا دوستان از این سوالا و چالش ما حل شد با امرو با دوستان هستیم. A few moments later. خب دوستان عزیز حالا ما
ما به آخر برنامه رسیدیم. ما هر چقدر لالا محمد و رخصت جان گفتیم بیشتر خانه خودتان دیگه گفت ما کار داریم با دیگه زیاد ما موقعش خانه میمان داریم، باید بریم. میمانای ما رو خانه شاندیم، گفتیم ما زود که میریم خانه آرمان جان شد پس میریم دیگه. از اون خاطر اونا آمده، ما شما از دیروز هم آهنگ کرده بودیم، اونا باز امروز آمده بودن. خودت میفهمی که ما وانا آخر میمان خانه ما باید دیگه نگفتن نمیذاریم کامت دیگه، باز اجازه نمیدیم که برن. از اون خاطر دیگه ما فقط هم خانه رو تسلیمشون کردیم، گفتیم ما میریم زود دیگه پس میریم. اونجا رفتن هستیم وقتا اونا رو زیاد منتظر نمونیم، شما رو زیاد بزامت ساختیم. خواهش می‌کنم. تشکر از آمدنتان، تشکری که دعوت ما رو قبول کردین. ان شاء الله زنده و سلامت روز باشید، خوب گذرد بخیر بشی بر ما و مرا قبل ان شاء الله خودت هم موفق باشی. کسایی که بینندید از بیشتر و بیشتر حمایت بکنن و باز دیگه بیا طرف ما منتظر خود هم هستیم. صحیح است؟ خوب دوستای عزیز من ولاگ رو تمام میکنم. امیدوارم که ولاگ خوشتون آمده باشه. ولاگ ما لایک کنید، شیر سابسکرایب و زیاد بزنید تا همون ولاگای خوبی از طریق چنل ما تماشا کنید. نه لالا محمد جان و رخصت جان هم گفته برین دیگه سابسکرایب کنید. خداحافظی کنید. صاحب اجازه است خدا. خداحافظ.